برخی از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند پس از حمله به تمرینگاه در بلگراد شهروندان تاجیکستان زیر ضربین مقامات روس قرار گرفتند. در حمله روز 15 اکتبر که 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شد، نام دو شهروندی تاجیکستان همچون حملگر رسانه‌ای گشت. حامیان حقوق حدس میزنند که بعد این ممکن است وضع مهاجران تاجیک بدتر شود. در برخی از کارخانه‌ها الکی کارفرمایان مهاجران را آگاه کردند که سندهایشان را درست کنند و به زیاد شدن تفتیش‌ها آماده باشند. مهاجران میگویند از روز 12 اکتبر تفتیش مهاجران در روسیه افزایش یافته بود. اما عزیز، یک مهاجر تاجیک گفت در 2 روز اخیر سنجش‌ها سخت‌تر شده است. من 2 روزه که میرم دارم 2 روز من دارم میخوام پرایر که میکنم اما دکومنتام قریب نیم ساعت من میکنم دبر زنم میبره بعد جواب نیستم. برخی از حامیان حقوق در شبکه‌های اجتماعی از مهاجران دعوت کردند که در این شب و روز احتیاطکار باشند. خبری که ما از بلگراد شنیدیم که شهروندان تاجیکستان در اینجا چند شهروند روسیه رو به هلاکت رسوندن. نامعلوم که در کدام اساس شده است، ولی در اینجا حادثه ها تخمین ها زیادن. یکی از اون تخمین ها که شاید که آنها بین خود جنگ کردن، یعنی که مست بودن و این تاجیکان در قطار آنها پروندن و شاید که بعد فکر کردن که چخیل از آب خشک برآیند و این تاجیکان رو گفتی روزها کرای کردن. به هر حال به شهروندان تاجیکستان ما الکی در صفحه‌های اینترنتی هم مراجعت کردیم که بکار و بکار در راه نگردن و احتیاط کنند و با پرووکاسیای خودی روس‌ها یا که پلیس داده نشوند، چون که بازی غضب روس‌ها خیلی زیاد است نسبت به شهروندان تاجیکستان. بنا به گزارش‌ها یکی از کشته شده‌ها در حادثه بلگراد مهاجر عادی تاجیک بود که شهروندی روسیه را نداشت و نباید به صف ارتش دعوت می‌شد. اما حامیان حقوق و سازمان‌های مهاجران می‌گویند حالا مهاجران کشورهای آسیای مرکزی را از راه فریب به ارتش جلب می‌کنند. تبلیغ و پیشنهادها برای سفربری به ارتش مخصوصا در مرکز مهاجرت صخر و محل جمع‌شوی مهاجران زیاد شده است. در آنجا با اونها حجت میتیان که امضا کنند. شهروندان ما که روسیه رو خوب نمیدونن، تمام حجتایی که پیشنهاد میکنن برای امضا ناخوانده امضا میکنن. چندین نفر مراجعت کردن. یک نفر هم مراجعت کردگی بود. دیروز الکی معلوم شد که او رو دعوت کردن در کدوم کابینتی که او رو بسیار با خوبی با گپ زدن، پیشنهاد شهروندی کردن، پول زیاد پیشنهاد کردن، ولی او گفت که من شهروند خارجی هستم و در وطنم برای این من رو به جوابگری میکشن، من نمیخوام. با گفته حامیان حقوق، شکایت‌ها از سوی مهاجران زندانی هم به خصوص آنهایی که در روسیه شرطاً ادای جزا می‌کنند کم نیست. در ضمن بنا به برخی گزارش‌ها یکی از 2 نفری که نامش همچون حملگر در حادثه بلگراد رسانه‌ای شده است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام میبرند و میگویند زاده تاجیکستان است. وی از زندان به پیوندانش شکایت کرده بوده است که میخواهند او را مجبوراً به جنگ اوکراین برند. جوان طریق ایما به من زنگ زد. گفت برادری او در برянسک با ماده 228 کودکس جنایی ادای جزا میکرد و او را لطوکوب کرده تهدید نمودند تا در قرارداد امضا گذارد. برادرش گفته است امضا میکند و در راه به اوکراین میگریزد. آخرین زنگ او 30 سپتامبر بود. 15 اکتبر به برادری او زنگ زده خبر دادند که مهراب کشته شد. آنها گفتند او تروریست بود. مقامات روسیه میگویند که در این کشور 2 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. تاجیکستان آمار مهاجران را 600,000 میداند. حامیان حقوق میگویند فشار بالای مهاجران پس از رسانه‌ای شدن نام آنها در جنایت‌های پرسر و صدا معمول شده است. اما برخی از کارشناسان بر این نظرند که روسیه درگیر جنگ با اوکراین است و احتمال به حادثه بلگراد تمرکز زیاد نکند.